امروز من اومدم نمایشگاه گیاهیان دارویی تا ببینم که اینجا چجوریه، چه گیاهایی داره. اولین چیزی که شاید بخرم، من یکم معدم مشکل داره، چیزی اگه برای معدم باشه میخرم. حالا به شما معرفی میکنم. برای مو، ریزش مو و پرپشت شدن مو هم دوست دارم یه چیزی پیدا کنم. و دیگه گیاهان دارویی دیگه، حالا ببینم چه گیاهایی پیدا میکنم، یعنی چه محصولاتی هست میام به شما معرفی میکنم. دنبال من بیاین. اولین غرفه این غرفه بود که روغن عقرب میفروختن که برای تسکین درد و این چیزا خوب بود. خیلی جالب بود. بعدم نشستم لاکچری ترین شیر دنیا، یعنی شیر الاغو خوردم که مزهش جالب نبود. بعدم یه قدمی زدم تا چیزای دیگه‌شو ببینم. اینم سایر محصولاتش بود. اونجا هر چیزی بخواین راجع به طب سنتی میتونستین پیدا کنین. از براتون بگم چیزای عطاری گرفته تا چیزای بهداشتی، روغن، همه چیز وجود داشت. یه چیز جالب که اونجا برام پیش اومد، چند تا غرفه دارا فکر کرده بودن که من عطاری دارم و اومدم برای عطاری محصولات رو ببینم و تهیه کنم. واقعا نمیدونستم آخه قیافه من به عطار باشی یا میخورد یا نه، ولی هرچی که بود خیلی برام جالب بود. بازدید از این نمایشگاه یه تجربه باحال بود که من انتخابش کردم و رفتم و خیلی هم لذت بردم. به شما هم پیشنهاد میکنم سال دیگه حتما برید.